آجی آسمون ترسیدم. آسمون کم خوفناکی بعد نیست داداش کلا ابر اصلا تو زمین رو دیدی اصلا یه جوی صاف پیدا کن به من بده. ابر تیکه تیکه شده تو هوا بعد ما هم رفتم خیلی شب خوفیه همه جا مثلا ساکته کوکو پرام ریخته حاجی ای درد سکته زدم حاجی خدایی. این البته عادیه تابستونای شیراز عادیه توی برج 5 شیراز منطقه سری پایینشهر عادی. حاجی اونجا رو خدایا نگاه کن هی تیکه تیکه رفته اونجا رفته داداش. مگه اصل یخبندش مگه چی بود؟ قارنشینان میرن دختر دست میمونه نجات بدن که داره خورده میشه. دختر بود بابا ها اون ستاه شوهر دختر و باباشو خود بابای دختره. الان احساس میکنم این دور و اطراف پایین اگه توجه کنید اون بالا هی میاد اونجا یهو صاف میشه. دارش احساس میکنم الان داخل دوره قارنشینانیم و این اتفاق افتاده. خیلی اصلا ندارده.